آیا می دانستید که اگر امروز با آرامش می توانید داخل پارک بنشینید و کتاب بخوانید، این رو مدیون ذوالقرنین هستین که هزاران سال پیش قبل از ما زندگی می کرده. چیزهای جالبی درباره ذوالقرنین خوندم، از مواجه شدنش با اقوامی توی فضا گرفته تا ارتباطش با حضرت خضر که همه اش برایم جالب بوده. هزاران سال پیش یک فرمانروایی بزرگ و قدرتمند روی زمین زندگی می کرده. به لطف نیروهای خاصی که خداوند بهش عطا کرده بوده، می توانست از شمال به جنوب و از شرق به غرب دنیا سفر کند. البته هدف این سفرها از این بوده که حقیقت و واقعیت خداوند را به افراد مختلفی که در برابرش مقاومت می کردند بگه و بهشون اطلاعاتی درباره زندگی و آفرینش بده. اسم این فرمانروای بزرگ ذوالقرنین بوده که در سوره کهف از ذوالقرنین اسم برده شده. قبل از تماشای این ویدیو حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را بزنید و برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید و در ادامه با چنل داستان‌های کهن همراه باشید. به لطف نیروهایی که خداوند متعال هزاران سال پیش به ذوالقرنین عطا کرده بود و به لطف مانع و دیواری که ذوالقرنین درست کرد تا دشمنان انسانها را از آنها دور نگه دارد، امروز انسانها آرامش دارند. البته این آرامش دائمی نیست، روزی میرسد که این مانع هم برداشته می شود و خیلی از انسانها به خاطر نبود مانع کشته می شوند. آیا می دانستید که این دنیا یک زمانی دوره شبیه به سرزمین میانی و افسانه‌ای توی داستان ارباب و حلقه ها را پشت سر گذاشته؟ دوره‌ای که انسانها با موجودات دشمن مبارزه می کردند و موجودات و اتفاقات اسرارآمیزی توی اون دوره وجود داشته. اون دنیایی که خیلی شبیه فیلم ها بوده توی گذشته ها مونده. علاوه بر این، یکی از مهمترین منابعی که میشه این اطلاعات رو ازش به دست آورد کتاب قرآن کریمه. قرار براتون از اتفاقات و زمانه‌های جالبی روی کره زمین بگم. دشمنان انسان ها هنوز هم که هنوز زنده اند و منتظر روزی هستند که دوباره به ما حمله کنند. پژوهشگر و نویسنده سرهاد احمدتان توی کتابش دیدگاه‌های مختلفی رو درباره ذوالقرنین مطرح می‌کند و همچنین به همون میگه که توی قرآن کریم کلمه‌ها معنای پنهانی دارند و اینجوری به همون یک دیدگاه اسرارآمیز ارائه میده. توی دوره‌های مختلف 4 حاکم و فرمانروا وجود داشته. 2 از این 4 حاکم که جز قوی‌ترین و مشهورترین حاکم‌ها بودند، نمرود و بخت‌النصر پادشاه بابل بودند که هر دو هم بی ایمان بودند. حضرت سلیمان و ذوالقرنین 2 از فرمانرواهای دیگه بودند که به خیر و حقیقت خدمت کردند و با ایمان بودند. ذوالقرنین توانایی‌هایی داشته که باعث برتریش از بقیه فرمانرواها می شده. ذوالقرنین که به خاطر سفرهایش معروف بوده، قدرت و توانایی‌های خاصی داشته، طوری که گفته می شود به احتمال زیاد ذوالقرنین مسافر زمان بوده. اگر اتفاقات رو یکم عمیق‌تر بررسی کنیم متوجه می شویم که ذوالقرنین کارهای خاصی رو توی اعماق فضا و روی زمین انجام داده. در کلمه ذوالقرنین رمز و راز بزرگی پنهان شده. بهتر است که بدانیم کلمه ها و جمله هایی که میخوانیم ممکن است معانیشون فراتر از اون چیزی باشد که ما فکر میکنیم. به نظر میاد کلمه ذوالقرنین هم یکی از همین کلمه هاست. علمای قدیم که درباره کلمه ذوالقرنین تحقیق کردند گفتند که کلمه قرن یعنی شاخ و کلمه ذوالقرن هم یعنی 2 شاخ. و همین خاطر هر وقت اسم ذوالقرنین به میان می آید تصورمون ازش اینه که یک فردی هست که 2 شاخ داره. با این حال سرهاد احمدتان میگوید که کلمه ذوالقرنین
ممکن است معنی دیگری فراتر از این معنی هم داشته باشد. اگر این حرف سرحاد احمدتان واقعیت داشته باشد، قضیه خیلی عجیبتر و جالبتر می شود. کلمه قرن توی سوره های مختلف قرآن آمده و به ترس از نیست و نابود شدن جوامع بشری اشاره کرده. اگر به معنی شاخ باشد، پس این معنی عجیب به دست می آید که خداوند توی بقیه سوره های قرآن کریم فرموده پیش از شما موجودات شاخدار زیادی رو نابود کردیم. چرا باید خداوند شاخهای خشکی که مردم بر روی سرشان به عنوان کلاه میگذاشتن رو مضر بدونه و آنها رو نابود کند؟ یا اینکه حیوانهای شاخداری که توی سوره انعام ازشون اسپرده شده رو گفته شده خداوند حیوانها را به خاطر شاخدار بودنشان از بین برده. پس باید بگوییم خداوند باید خیلی از حیوانات اهلی رو هم به خاطر شاخدار بودنشون از بین ببره. نویسنده کتاب ذوالقرنین به همین خاطر تاکید می کند که احتمالاً کلمه قرن به معنی شاخ نیست. قرآن کریم که کتاب محکمی است، کلمه قرن به معنی دوره زمانی طولانی و عصر معنی می کند و توی بقیه آیات هم به ما می گوید که ما دوره‌های زمانی زیادی رو از بین بردیم. توی بقیه آیه ها کلمه قرن و عصر و زمان طولانی معنی کنیم. کلمه ذوالقرنین معنی شگفت‌انگیزی خواهد داشت. اگر به یک شخص مهم لقب ذوالقرنین داده بشه، پس این لقب هم مثل خود اون شخص معنی مهم و خاصی دارد. کلمه ذو که توی بخش اول کلمه ذوالقرنین آمده به معنی صاحبه است. توی بقیه آیات قرآن هم از این کلمه استفاده شده و عرب‌ها قبل از اسلام هم از این کلمه به معنی صاحب استفاده می‌کردند. این کلمه معنای فراتر از کلمه رایج مالکیت داره. انتهای کلمه ذوالقرنین هم واژه عین هست که به معنی جفت است. به همین خاطر هم علمای قدیمی این کلمه را 2 شاخ معنی کردند و طبق نتیجه گیری سرحاد احمدتان کلمه ذو به معنی صاحب است و قرن هم به معنی زمان و عین به معنی جفت است. یعنی ذوالقرنین به معنی صاحب 2 زمان است. آیا ذوالقرنین که سفرهای پنهانی می‌کرده بین 2 زمان سفر می‌کرده و مسافر زمان بوده؟ ذوالقرنین باید وسیله داشته باشد که بتواند به همه جا و همه زمانها سفر کند، چون که اشیا به مکان تعلق دارند و مکان هم به زمان. برای دسترسی به همه چیزها نیاز به چیزی شبیه به ماشین زمان است یا علم ناشناخته‌ای که خداوند متعال به ذوالقرنین داده. حالا میرسیم به سفر مخفیانه ذوالقرنین که توی قرآن کریم هم بهش اشاره شده. این سفر خیلی مهمه، چرا که این سفر به همه ما ربط دارد. روزی ذوالقرنین بین 2 کوه با قومی مواجه می شود و آنها از ذوالقرنین درخواست بزرگی می کنند که ای ذوالقرنین، قوم یعجوج و معجوج دارند توی سرزمین ما خرابکاری می کنند. به ما کمک کن بین ما و آنها سدی بنا کنیم. به ذوالقرنین می گویند که در قبال این کار به تو مالیات می دهیم. ذوالقرنین هم در جواب می گوید مال و دارایی هایی که پروردگار به من عطا کرده خیلی بهتر از اون چیزهایی است که شما می توانید به من بدهید. شما به من کمک کنید تا بین شما و آنها یک مانع درست کنم. برایم تکه های آهن بیاورید. ذوالقرنین فاصله بین 2 کوه را با تکه های آهن پر می کند و تا بالای کوه ها دیوار می کشد و بعد می گوید
حالا مثل گداخته شده بیاورید تا روی این آهنها بریزم، تا دیگر نتوانند از دیوار عبور کنند و نمیتوانند این دیوار را سوراخ کنند. هیچ وسیله و هیچ بادی هم نمیتواند این سد را از بین ببرد. این رحمتی از طرف پروردگارم برای شما بندگانش است. شما از من خواستید برایتان یک سد بسازم، ولی من فراتر از یک سد را برایتان ساختم، چون اگر سد می ساختم آنها خیلی راحت ازش بالا می رفتند و به سراغ شما می آمدند. با ساختن این دیوار آنها در توی جای بسته گیر افتادند و قوم یعجوج و معجوج تا روز قیامت پشت این دیوار به زندگیشان ادامه می دهند. قوم یعجوج و معجوج از نشانه‌های بزرگ قیامت هستند و وقتی زمانش برسد دوباره ظاهر می شوند و به ما حمله ور می شوند. این قوم یعجوج و معجوج کیند و چه شباهتی دارند؟ آیا شبیه به انسان هستند؟ بعضی از علما اینجوری توصیف می کنند که یعجوج و معجوج جوامع کافری هستند و از نظر ظاهری هم با انسانها فرق دارند. صورتشان صاف و چشمهای کوچک و گوشهایشان خیلی بزرگ و قد کوتاهی هم دارند. هر کدامشان 1000 تا بچه دارند و حدود 9/10 جمعیت جنها و انسانها هستند. ارتباط این قوم با زمین در حال حاضر به لطف این سد قطع شده. آنها هر روز این دیوار را سوراخ می کنند تا به روشنایی برسند، اما وقتی عصر می شود دست از کندن دیوار می کشند. در طول این هزاران سال آنها به تکثیر و تولید مثل ادامه دادند. تصور کنید که هر کدام از آنها 1000 تا بچه دارند. آیا می توانید تصور کنید که جایی که آنها توش زندگی می کنند الان چقدر پر شده، در حالی که با سرعت زیاد تکثیر می شوند، ولی همچنان هر روز دوباره دیوار را سوراخ می کنند تا اینکه یک روزی دوباره به روی زمین برگردند. اون روز بزرگ فرا می رسد. آنها آزاد می شوند و به زمین حمله ور می شوند. هر چیزی که جلویشان باشد را نیست و نابود می کنند و همه آبها را می خورند. قسمت بزرگی از زمین را نابود می کنند و می گویند که ما زمین را نابود می کنیم، محو می کنیم و از شمال به جنوب و از شرق به غرب همه جا را نابود می کنند. هیچ کس توانایی ایستادن در برابر ما را ندارد. مردمی که باقی ماندند شروع به فریاد و فغان می کنند و از خداوند کمک می خواهند. بعد از اون به لطف خداوند منجی بر روی زمین پدیدار می شود و بعد از شنیدن فریاد مردم به درگاه خداوند دعا می کند که این قوم نابود بشوند. بعد همه این قوم همگی یک زخمی روی گردنشان پدیدار می شود و همگی با هم می میرند. درست الان یک سد و دیواری هست که از ما محافظت می کند و تا روزی که اون روز بزرگ برسد و ما این لطف و رحمت خداوند را مدیون ذوالقرنین هستیم که باعث این سد بوده.